این عجیب گپ است. به سطح تلویزیون کسی که تو رو بگوید که برای ما آوازی غیبی میشه و مرا ایره میگه که تو برو دعوت بکن. پیغمبر شدی. پیغمبر برای چیست؟ برای دعوت هستن یا نه؟ از طرف کی مامور میشه؟ الله ملک روان میکنه. دی افغانستانی ما رقم چیزا را ببینی. عجیب گپاست. خب الله متعال میگه ایام یکی از جمله کفار بود که دعوا کرده بود که سر ما وحی کرده میشه، لیکن برش وحی نمیشد. و من قال، کسی که میگه سانزیر زود است که نازل کرده شود بالای ما مثل ما انزل الله، با مثل اون چیزی که الله روان کرده. الله میگه کلش دروغ است. کلش دروغ است. امام قرطبی صاحب میگه امو صوفیایی که دعوا داره که مثل خضر علیه السلام واره علم لدنی به من میشه، اول خویا دروغ به خضر علیه السلام بسته میکنه که برای ازوی علمی چی بود؟ لدنی بود. او را خو الله سری بعضی احکام مثل که پیغمبر خبر میکنه او را هم خبر میکنه. بالای یکی علم تشریع است، شریعت است، یکی علم چی هست؟ کائنات، چیزی که حوادث و واقعات است. با پیغمبرها الله علم احکام برش نصیب میکنه میده. از او خاطر عالم ترین شخص پیغمبر میباشه. یکی علم حوادث است، این جزئی چند حادثه را علم جزئی به یک پیغمبری خود الله وحی کنه یا در قلبش پرته. دیگه خو علم لدنی نیست. اول لدنی از کجا پیدا کردی؟ باز بعد از تو خضر علیه السلام هستی که برای تو علم لدنی میشه. از او خاطرون قرطبی صاحب نوشته میگه این زندقیت و کفر است. کسی که ترگپا را میزنه که من احکام مسائل از قلب خود میگیرم، ضرورت به قرآن و حدیث ندارم و به ما چی شده؟ بگوی به ما علمی لدنی داده شده. گفتی زندقیت و کفر است. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، اگر تو ببینی مخاطب یا پیغمبر علیه السلام، اذ الظالمون در آن وقتی که همی ظالما شامل هر سه طایفه است. کسایی که دروغ جور میکنه بالای الله، یا میگه که سر ما وحی میشه حالان که وحی نشده، یا میگه که زود است که سر ما وحی میشه. هر سه طایفش وقتی تو ببینی طایفه ها را فی غمرات الموت، در سختی های مرگ، والملائکت در حالی که ملائک باسطو ایدیهم دستای خود برش دراز کرده به خاطر قبض روحشان، اخرجوا انفسکم امر میکنه که بکشی نفسایتانه، نفسیتانه بکشی. الیوم تجزون عذاب الهون، دیگه اونجا شرط دوست. ولو ترى اگر تو ببینی چی نمیبینی؟ لرأیت امرا فزیعا، خامخا تو میبینی امری خیلی عیبتناکه. در کدام و خیلی عیبتناک است؟ زمانی که ملائک آمده میباشند بالای قبض روحی مردکه و برش امر میکنه که بکش نفسیتا بکش. الیوم تجزون عذاب الهون، این مراد یا عذاب برزخیست یا عذاب محشر، اردویش. و چیستا الیوم تجزون، امروز پاداش برای شما داده میشه، جزا داده میشه عذاب الهون، عذاب رسوا کننده، سبک کننده، بما کنتم تقولون، به سبب ازی که شما میگفتی علی الله بالای الله متعال غیر الحق بنا حق، صفاتی را برای گپایی را به الله نسبت میکرده که او ثبوت نداشت. میگفتی الله ما را اینطور امر کرده. و کنتم بودی عن آیاتی، از دلایل توحید الله یک تا پرستی الله تستکبرون، خود کلان میتراشیده، تسلیم به یک تا پرستی الله نمیشده، هنوز دعوای غلط دیگر هم میکرده. ولقد جئتمونا فرادا، یقینا شما آمدی بر ما در حالی که تناستی. اشاره میکنه که تکبر مکبرتان هیچ باقی نمانده. و من قال، کسی که میگه سانزل زود است که من نازل کنم مثل ما انزل الله، فرو بفرستم به مثل آن چیزی که الله فرو فرستاده. این نبی نعوذ بالله نسبت شرک به الله میکردن و باز هم میگفتن که زود است که من نازل کنم آن چیزی را که الله نازل کرده. نعوذ بالله دعوای الوهیت میکردن. ولقد جئتمونا فرادا، یقینا شما آمدی بر ما فرادا به تنهایی خود، یعنی اسباب تکبرتان آلی بخطتان وجود ندارد. چی بود؟ امو بادیگاردا و امو کلانا و تابعدارا و مال و جایداد و ای گپا. امی کسایی که نعوذ بالله دعوای غلط میکنه، بازیا در گرد خود یک کش و فش می داشته باشه، مثل که امو دعواهای ناحق کرده بودن.
دیگه الله میگه که حالی شما آمدی فرادا در حالی که تناستی، امو کشوفشتان قطتان نیست. کما خلقناکم اول مرت، مثل که اول شما را پیدا کردیم. انسان که از قبرم بالا میشه بالکل هیچ چیز حتی لباس هم نمی باشه. و ترکتم ما خولناکم، شما گذاشتی اون نعمتا را خولناکم که ما برای شما داده بودیم، یا به تمام انسان ها که الله داده بود، غلاما بود و جای ملک و مال بود، جایداد بود، پاچایی و هر چیزی که بود. و ترکتم شما گذاشتیم اون نعمتا را خولناکم که ما برتان داده بودیم، ورا از ظهورکم، در پشت سرتان گذاشتی، با مثل اون چیزی که هیچ نفع از او گرفتن نتانسته باشه. و ما نرا معکم شفعاکم، نمی بینم امروی شما شفعاکم، سفارشیایتان، معبودایتان، همو بزرگا و پیرایتان که می گفتی زعمتم که شما گمان کرده بودی انهم فیکم شرکا، که یا در بین شما شریک هستن، هم در مالتان هم در اولادتان. اگر مال برتان میگه نظر میکنه به نامش، حالی از اون مال چیزی را خورده نمیتونه، بلکه از آقا صاحب و پیر صاحب میشه، خلاص هیچ کس بازی را خورده نمیتونه. یک، یا اولادتان اگر به نام ازوا میکنه، در اولادتان وارا شریک میدانه. چی رقم شریک میدانه؟ کمری دخترتان بسته میکنه، باز هیچ دیگه به شوهر داده نمیتونه. کجا شده اموایی که شما وارا گرفته بوده، در مالایتان در اولادایتان شریک ساخته بوده و می عقیده داشتی که یا سفارش ما را میکنه، ولو که ما خیلی گناهگار هستیم، لیکن یا رویداری الله است، سری الله بخشیده میتونه گناهای ما را نجات داده میتونه. کجا شده لقد تقطع بینکم، یقینا بریده شد تعلق شما در بین شما، کل محبت ها و رشته ها از بین رفت. و ضل عنکم، گم شد از شما ما او چیزی را کنتم تزعمون، که شما گمان داشتی. کدام نجات و سفارشه که شما عقیده داشتی کجاست؟ یک، یا و ضل عنکم، گم شد از شما ما او معبودا را کنتم که شما بوده تزعمون، قول باطل میکردی که معبود است، حالا که معبود شده نمیتونه. اینه امروز آمده اشاره میکنه که بله، کسی که رای باطل در پیش میگیرد، دعواهای بی اساس و ادعاهای بی اساس میکنه، نعوذ بالله، حتی گاهی خود الله میتراشه، گاهی خود پیغمبر معرفی میکنه، صرف به این خاطر که مقابله دین الله را بکنه، لیکن یا کامیاب نمیشه. اگر در دنیا الله برش عذاب نداد، در آخرت میده، در دنیا میده. زمانی که ملائکه ملک الموت می امرای ملائکه دیگه برای قبض روحش، از اینجا تهدیدات دیگه شروع میشه که برای نفسیتا بکش نفسیتا، حالی دیگه عذابای الله شروع میشه. باز حتی در قبر و در قیامت نارسیده این نمیتونه کمی را نجات بده، بلکه تمام ملک و مال جایداد همه چیز باقی مانده میباشه. الله متعال میگه بیارید دیگه اما کسایی که شما اونجا کشوفش داشته کجا شد؟ ان الله فالق الحب والنوا، یقینا الله متعال صفات را بیان میکنه که هیچ کس دخیل نیسته، شریک نیست امر الله. یقینا الله متعال فالق الحب، شگافنده دانه است، و النوا خسته است. الله شگافنده دانه و خسته است. توحید الله را از کجا انسان درک میتونه؟ با معرفت الله. معرفت الله کی بر آدم حاصل میشه؟ تفکر در اسرار کائنات، رازای کائنات معلوم کو، خوب مطالعه بکو، بررسی بکو، یکه در دانگک میبینیم نظام آفرینش الله متعال چی رقم است، انسانها را، گیاها را، درختها را چی رقم پیدا میکنه. میبینیم دانگکی خورده است در زیر زمین رفته، زمانی که باران الله سرش میشه، امی دانگک تیغ نازک چطوری نمی زمین چی میکنه؟ دو چیری میکنه. این قوت اکی برش داد. سرش خود زمین است، خاک است، محکم است. او دانگک در حرکت میشه. یک دانگکی خورده است، یک گندم است، مثلا دانه گندم است، خشک دانه گندم است، نه حس داره نه حرکت داره. چطور شده میتونه؟ الله زمین نمناک میکنه، بارانا میشه، یا آب ایله میکنی، زمین وطری کردی، دانه دایش افتاده، زمین چطور چاک میکنه میبره. او را بگذار مغزی که خیلی ضعیف است به نسبت چوکاتش، چوکات خسته خیلی قوی است، نه با سنگ میده میکنه. با چی؟ لیکن خستهش چطور است؟ کیسته که الله متعال از این می خسته دو پله میشه و امو دانه تیغه چی میکنه؟ تیغ نرم و نازک میکشه.
دا آفرینش و پیدایش الله متعال انسان بسیار متوجه شود. بعد از تو میبینی که اینمی دانگک با اینمی تیغه که ضعیفی خود یک وقت تنوع گنده می داشته باشه، شاخه می داشته باشه، در شاخش مردم گشت و گذار میکنه، میوه ها می داشته باشه. عجیب است. الله متعال متوجه میکنه انسانه فالق الحب است و النوا، خسته را اما چیز او میشگافه، کسی قط شریک نیست. دیقان فقط همی قدر کرده، آب الا کرده، نرم کرده، قلبه کرده، بس کشیدن تیغ از اینمی دانه از همی خواسته کاری کیسته؟ الله متعال. انسان سخت متوجه شود اسرار الله را بیبی. در یک باغ خسته ها یک رقم خسته است، ای از زردالوست، ای از شفتالوست، ای از چی است؟ بادام است، هر کدامش. یک آب، یک زمین است، یک قسم کورت میخوره، لیکن چه قسم لذت های متنوع، رنگ های متنوع، کیفیت متنوع، وضعیت متنوع، درخت شکلش متنوع. انار بیبی یک قسم، زردالو را بیبی دیگه قسم، شفتالو را بیبی دیگه قسم، انگور را بیبی دیگه قسم. در یک زمین الله متعال با تنوع میوه هاست. در مخلوق الله یک الله مخلوق متنوع پیدا میکنه، یک رنگ نیست، یک خاصیت، یک خوی نیست. این قدرت کی داره؟ چقدر تحول بزرگ در بین تیغ و در بین همی خسته و دانه میاد. امیر خوب نظر بکن. ان الله فالق الحب والنوى، یقینا الله شگافنده دانه است و النوى است، خسته است. یخرج الحی من المیت، میکش زنده را من المیت از مرده، و مخرج المیت کشنده مرده است من الحی از زنده. ذالکم الله موصوف به صفتا، ذاتی که کاروایا را که قبلا ذکر کردیم، کاروایا را که به تنهایی میکنه اینمی الله است. ذالکم الله، اینمی لایق پرستش و بندگی است. فانا توفکون، کدام طرف شما چپا میشوی؟ کدام طرف چپا میشه؟ این صفتای الله است. آیا کسی دارد امی صفتا شریک امرای الله؟ چرا؟ امی صفتایی که ذکر کردیم کلش دلیل بالای علم و قدرت کاملی الله متعال بود. هم قدرت کامل هم چی؟ علم داره. پس مستحق عبادت کیست؟ شرک چرا میکنی؟ فانا توفکون، کدام طرف شما چپا کرده میشه؟ نعوذ بالله از توحید الله. فالق الاصباح، شکافنده صبح است. تاریکی می باشن، ناگهان الله یک تاری سفید پیدا کنه طرف مشرق، گسترده شده میره، پراگنده شده میره، روزی روشن جور میشه. و جعل اللیل سکنا، چه حکمت است که شب الله تاریک پیدا کرده، روزه روشن. و جعل اللیل سکنا، گردانید شب سکنا مایه آرامش، ذریعه آرامش. چقدر نعمت بزرگ الله است. اگر خواب الله مسلسل 4-5 روز سرت نبیاره دیوانه میشه آدم یا نمیشه؟ بالکل نه. و الشمس و القمر حسبانا، گردانید الله فتاب و محتاب حسبانان وسیله حساب کردن. مردم موسم میشناسه، یعنی موسم است، یعنی ما، یعنی قدر است، حسابه و کتابای خدا میکنه. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اینمی اندازه گیری ذاتی است العزیز که زبردست است، هر اراده را بکنه میتونه. ذالک، اینمی کاروایی که ذکر شد، تقدیر العزیز العلیم، اندازه گیری اتر ذاتی است که عزیز است، هر ارادش نافذ شده نیست. العلیم، میداند تمام مصلحت‌ها را. و هو الذی، الله ذاتی است، جعل لكم النجوم، که گردانیده برای منفعت شما ستاره ها را، لتهتدوا بها فی ظلمات البر، که راه را حاصل بکنه بها توسط ستاره، فی ظلمات البر، در تاریکی های خشک، والبحر، دریا. این آیت مناسب حال زندگی عربستان است. بس اوقات انسان وقتی در دشت و بیابان بره و کوهایش دیده نمیشه، سمت برات معلوم نمیشه که کدام طرف روان شد. سمت از کجا معلوم میشه؟ از ستاره ها. حالی است که آلات جدید برآمده، سمت ها را معلوم میکنه، قبله را معلوم میکنه، هم گپا را. در اون زمانی گپا نبود. آلی تهتدوا بها فی ظلمات البر، که شما رایابی حاصل کنی توسط این ستاره ها در تاریکی های خشک و البحر، دریا. قد فصلنا الآیات، یقینا ما واضح بیان کردیم الآیات، دلایل توحید خدا، لقوم یعلمون، برای قومی که میدانه، علم داره، برای قوم ما واضح بیان کردیم. اشاره میکنه که از این فایده را علما برداشته میتونه.
چرا که مطالعه دقیق در کائنات الله میکنه، معرفت کامل الله نصیب انسان میگرده. الله نصیب ما و شما بکنه. و هو الذی انشأکم، الله او ذاتی است که شما را پیدا کرده. الله را چه قسم میشناسیم؟ الله بر ما درس میده. الله او ذاتی است انشأکم که شما را پیدا کرده من نفس واحدة، از یک نفس که او آدم علیه السلام است. انشاء چی را میگه؟ پیدا کردن امرای پرورش و تربیت. الله او ذاتی است که شما را پیدا کرده با تربیت کردن شما، پرورش دادن شما. من نفس واحدة، از یک نفس. فمستقر و مستودع، پس دو گروه شده. فمستقر جای آرامی را الله براتون تعیین کرد، و مستودع جای چی را؟ امانت. فمستقر الله شما را پیدا کرد از یک نفس، پس بعد از او جای قراری و آرام براتون پیدا کرد که پشت پدر است. و مستودع جای امانت که او رحم مادر است. فمستقر جای قراری که از گشت و گذار روز تو مانده میشی، میای در یک جای قرار میگیری. و مستودع جای چیست؟ امانت که مراد از پیشش برزخ است. الله متعال وقتی انسان وفات میکنه در آخرت نرسیده. یک. یا فمستقر جای قراری یعنی جای آرام و پایداره، و مستودع جای ناپایدار براتون مقرر کرد. اینا جای پایدار کدام است و جای چیست؟ امانت تو با ناپایدار است. و هو الذی الله ذاتی است انشأکم که شما را پیدا کرد. البته انشاء میگه همراه پرورش و تربیت. من نفس واحدة، از یک نفس که آدم علیه السلام است. فمستقر و مستودع، پس دو گروه شدید. بعضیتان قرار گرفتید در جای قراری یعنی پایدار، و مستودع بعضی در جای ناپایدار. حالی کدام جا هستی پایدار ناپایدار؟ بعضی مستقر عبارت است پشت پدر میگه، و مستودع رحم مادر. بعضی مستقر میگه زندگی دنیا را، و مستودع میگه زندگی آخر برزخ، عالمی برزخ. و بعضی مستقر گشت و گذار روز میگه، مستودع آرامی شب میگه. این تفسیرها را مفسرین کرده، هر کدامش درست است. یکی یا مستقر کسی که پایدار از نظر ایمان باشه، یعنی الله متعال خلقت کامل برش نصیب کرد از نگاه جسم، و همچنان فکری قرار مستحکم برش نصیب کرد از نگاه ایمان. و مستودع بعضی مردم ها هستند که ایمانی کامل برش نصیب نشد و یا خلقتی کامل نشده. قد فصلنا الآیات، یقینا واضح بیان کردیم ما دلایل توحید و نشانه های قدرت خدا. لقوم یفقهون، برای قومی که از فکر کار میگیره. فقاهت به زیرکی چیزی را حاصل کردن امیگه. از امو خاطر اشاره به این میشه که الله متعال اینقدر افراد انسان پیدا کرده، چهره های متفاوت داره، ذوق و افکار متفاوت داره، استعدادهای گوناگون داره. در یک انسان اگر انسان فکر بکنه برش فهمیده میشه که قدرت الله چقدر عظیم است. انسان های متفاوت، چهره ها، رنگ ها، اخلاق، همه ای گپا تفاوت داره. الله ایره یکسان پیدا نکرد. و هو الذی، از همون خاطر یفقهون به خاطر میگه که انسان به زیرکی پی ببره، یعنی از چیزایی که فعلا در دسترس داره دیگه هم فکر بکنه که چیزای غایب معلوم کرده بتانه. از این خاطر وقتی الله متعال این قدرت عظیمه در شکل انسان ها و در استعداد و افکار انسان ها داره که متفاوت پیدا کرده، اینمی قسم الله متعال قدرت داره که باز انسان ها را از امی خاک زنده بکنه و متفاوت، با اعمال متفاوت، با جایگاه متفاوت. و هو الذی الله ذاتی است انزل من السماء، که فرستاده از طرف بالا ما ان آب مادر تمام نعمت هاست آب. چرا؟ همه چیزا که زندگی داره از چی داره؟ از آب. فاخرجنا به، پس ما کشیدیم توسط آب نبات کل شیء، بوته های تمام چیزا را، یعنی گیاه های گوناگون، تمام چیزای روی دنی را الله متعال میگه توسط آب ما کشیدیم. این یعنی مراد از کل شیء کل گیاه هاست که در روی زمین آدم میبینه. الله متعال را به واسطه باران چی میکنه؟ نمو میده، پرورش میده. خدا